قسمت پایین که نوشته مثلا صفحه 6 از 226 اینا، شما بیاین تا صفحه 11 بی زحمت. صفحه 11. دستور زبان کتاب شروع میشه. صفحه 11 فرمودین. بله. 10. ارزم به حضور شما که خب شما تو الفبا و آواها که مشکل نداره، درسته؟ اونا رو کار کردین؟ بله اونا رو کار کردم. یعنی حروف ترکیبی، املات، بله او یعنی هیچ اینا رو مشکل کار نداریم کردم. داخل این کلمه. خب اه، بله، یعنی مثلا شما الان میدونید بالفرض حرف سه ها این چه موقع ش تلفظ میشه، چه موقع خ، درسته؟ اینو کار بله کردین دیگه، یا نه؟ بعد یه حروفی ش تلفظ میشه، ولی بعد حروف آ، او و آی بود ای بود دیگه، فکر کنم خ تلفظ میشه. درسته؟ خب یا کنید حرف سه ها این اگه قبلش یا بعدش یکی از حروف او و او این حروف بیاد، این حرف خ تلفظ میشه. مثلا اگه قبلش بیاد خدمتتون بگم، مثلا حرف میشه مثلا باخ، یا حرف مثلا او مثل کلمه بوخ. یا بعدش اگه بیاد مثلا شما نگاه کنید خاوس، یعنی چه ها او اس به این شکل نوشته میشه. معمولا شما همیشه باید به قبلش عموما نگاه کنید، چون ممکنه یه حرفی که بعد یا قبل صدا دو تا کلمه بیاد صدا خ بده و یک کلمه هم بیاد که صدا ش بده، همیشه به قبلش بیشتر نگاه کنید. مثلا من براتون میزنم. خب پس شد او قبل یا بعدش بیاد صدای خ میده. اگه حروف ای، ا، اوملاوت، او اوملاوت و او اوملاوت باشه قبل یا بعدش، اون موقع صدای ش میده، مثلا مثل ایش. یا مثلا مثل ارزم به حضورتون کلمه مثلا اگه حالا بعدش بخوایم کلمه مثال بزنم، مثل نمیدونم یادم بیاد، مثلا شون که حالا با استها نوشته میشه. حالا کلمه که بعدش شد الان تو ذهنم نیست، حالا جلوترتون خدمتتون میگم. اگه خواستین اینا رو من نه براتون اینجا بنویسم اگه نوشتم میدونید ای فراموش بود میکنید. ا بود اوملات 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 ش تلفظ میشه دیگه. بله، پس شد آ اوملاوت، ا، ای، او اوملاوت و او اوملاوت. بله. الان نگاه کنید مثلا کلمه مونشن داخل همین جلومون هم نوشته شده پایین تو صفحه 11. مثلا نگاه کنید سه ها بعدش ا اومده، مونشن. الان مثالی که میخواستم بزنم خدمتتون همین هستش. خب پس با اینا مشکل ندارین شما. تقریبا